کریالیتی اندر 3 20 پلاس. این دستگاه ابعاد چاپ 30x30 در ارتفاع 33 سانت داره و از قابلیتاش اگه بخوام بهتون بگم، یک اکسترودر دایرکت داره که این امکان رو بهتون میده که هم مواد منعطف رو به خوبی پرینت بکنید، هم بقیه مواد رو با بهترین کیفیت بتونید پرینتشون بکنید. سیستم حرکتی این دستگاه کور ایکس زد، یعنی در محور ایکس و زد دو تا موتور داره تا بتونه نازل رو توی این جهت‌ها حرکت بده که باعث میشه سرعت بهتری رو توی محور ایکس و زدش داشته باشه. سرعت این دستگاه تا 600 میلیمتر بر ثانیه است. میتونه قطعات رو خیلی سریعتر از دستگاه‌های معمولی بهتون تحویل بده. از امکانات و سنسورهای این دستگاه اگه بخوام بهتون بگم، یه دونه سنسور اتمام فیلامنت داره که اگر فیلامنتتون تموم شد کارتون رو خالی ادامه نمیده و وای میسته تا فیلامنت جدید رو روی دستگاه بذارید و بعد شروع به ادامه چاپ میکنه. سنسور بعدی این دستگاه سنسور تشخیص قطع برق، یعنی اگر برق دستگاه قطع بشه پرینت رو ذخیره میکنه که تا کجا انجام شده تا بعد از وصل شدن برق پرینتش رو دوباره از همون نقطه ادامه بده. این دستگاه سنسور تنظیم سطح خودکار داره، یعنی صفحه رو نسبت به نازل خودش به صورت اتوماتیک براتون تراز میکنه و میتونید یک کیفیت چاپ عالی از اولین لایه تا آخرین لایه رو با این دستگاه تجربه کنید. برای اینکه کار کردن باهاش راحت باشه، یک صفحه لمسی داره، حافظه داخلی و وای فای داره که این امکان رو بهتون میده که از راه دور دستگاه رو کنترل کنید و دیگه لازم نباشه هر بار که میخواید چاپ بزنید با دستگاه فایلتون رو توی فلش بریزید و به دستگاه متصل کنید. این یه سری از خصوصیات و توضیحات مختصری بود که برای این دستگاه وجود داره. امیدوارم این توضیحات براتون مناسب بوده باشه تا بتونید یه انتخاب عالی برای خرید پرینترتون داشته باشید.